جانر یک شوهر خوب بود، یک پدر موفق بود، یک انسان بسیار نیک، مهمتر از همه مهربان بود. تمام محصلین اولادای خود فکر میکرد، بالای تمامشان افتخار میکرد، همیشه همه قسم میگفت. دنیز اینجا چی میکنی؟ الیف کجاست؟ نمیفهمم. در از پیششان فرار کرد. فکر کردیم که اینجا آمده. خداوند جنت نصیبش کنه. نه خیر نمیایه. او احمق کل ما را فریب داده. الیف؟ این احمق دیگه از کجا پیدا شد؟ ما آمدم. مادرم در خانه نیست. اگه اجازه بتین قبل از تسلیم شدن میخوایم دو کلمه گپ بزنم. همگی فکر میکنن من قاتل استادم هستم. برای مهم نیست، به خاطر که استاد جانر حقیقت میفهمه. خداوندا من زیاد خواستم اونا را نجات بدم، اما موفق شدن نتونستم. معذرت میخوایم. حقتان ببخشید استاد. هیچ وقت شما را فراموش نمیکنم. همه قدر بس است. او را ببرین. نه خیر، او را اعلام کنین. چه آدم خوب بودی. سعی توبه. ما چه خیر آدم خوب فکر میکردم. قوارش که معصوم است. زده استاد خود. همه چیز برعکس پیش میره. هر چه عاجل باید خانم رنا را ببینم. نه خیر، او را نبرین. گلچکه بده. ای کار تو انجام بده. فراموش نکو که به ما یک وعده دادی. قماندان، بالای تو امر میکنم ای کار تو انجام بده. ببینین او هیچ کاری نکرده، بیگناه است. دنیز تو چی میکنی؟
ببرینش. utanacak gün değil. Bu zulüm de bitecek, güzel günler gelecek. Gözlerini al yerden. Bu günler de geçecek, bu zulüm de bitecek. Güzel günler gelecek, gözlerini al yerden. آقا نجاتی، من میخواستم بعد دیدن شما بیایم. در تلویزیون دیدم. لطفاً یک کاری کنه. راستش تسلیم شدنی و خوب شد. براق تو را صدا کردم دختر، چرا جواب من نمیدی؟ نشنیدم خانم شنایی. قبل از خانه رفتن به خوشکشویی برو، چند جوره لباس ما ببر. درست است. بعد از این مربوط شما میشه. درست است. امرتان بجا میشه، تشویش نکنین. ای چه قسم انسان است که همراه عروس خودی کار انجام میده؟ هیچ وقت خونه‌های الیف عروس خود قبول نکردن سهیلا جان. اردم چی شده؟ اظهاراتش گرفته میشه. چند لحظه بعد به محکمه میبرنش. این کارت در تمام زندگی فراموش نمی کنم. درست است. بار دیگه قسم یک اشتباه نخواد کردی. کوشش میکنم بدون بازداشت محکمه شود، اما قسمی که میبینم مشکل است. خانم جناب، یگانه راه نجات الیف و دوستی است. بوزیاست. او کی بود؟ چی گپ شد؟ نمیفهمم.
استاد کو موتر استاد کو من زود پس میایم قدرت به نظر شما قاضی حکم بازداشت خواهد داد؟ انشالله با یک قاضیه با انصاف روبرو میشیم فیلیس. یگانه راه نجات الیف او دوستی است. ساعت چند است؟ چی است؟ نمیفهمم همینجا بود. توبه توبه چی وقت آمده؟ هیچ بیاد ندارم. تو زود آماده شو که سرت ناوقت نشه. بدن باز ایره ببین درست هست. به همین خاطر آمده بود. به خاطر گرفتن دوسیه آمده بود. بعد از هیچ وقت مانع من شده نمیتونی فهمیدی قدرت؟ بعد از اگه از بینام برم ایره به مرجع مربوطه روان میکنم. ایجا قدرت ایجا نرو ایجا قدرت قدرت باز که دروازه را لعنت قدرت زیا صبر کن زیا گفتم صبر کن تکان نخو طرف ما دور بخو گفتم دور بخو تو چی میخوایی؟ ده اصل تو چی میخوایی؟ جنرال صبری میفهمه که تو آدم دروی هستی؟ تو چی گفتم میری احمق؟ ما امروی هیچ کسی درویی نکردیم. به خاطر دستگیری ما یک جا با پدرت به هتل آمدی. ما از آمدن پدرم خبر نداشتم. دینیز فقط تو کم بودی. کلتون غلامای جنرال قدرت هستین. طرف ما ببیزیا من غلام هیچ کسی نیستم. فقط به خاطر نظامی که لباسش پوشیدیم کار میکنم. حال گفتنی تا بگو. میخواستی چی بگوی به خانم رنا؟ پیشم اسناد است که میتونم الیف نجات بدم. امروز اونا را به خانهش بردم. خدایا کمک که او دوسیه را پیدا نکرده باشه. نیست گرفتش. ایجا موبایلت جواب بده. ایجا
بله رنا. هر چه زودتر او دوسیه را به ما بیار خانم بیادر. بیبی اگه او را برم نیاری دخترم تمام عمر زندانی میشه. لطفاً این قسم یک بدی را در حق ما انجام نده. دخترم ازم جدا نساز. دوسیه پیش ماست رنا. حالا خانه میرم. میتونی با گرفتنش بیاری. موکل تمام اتهامو رد میکنه آقای سارنوال. این اسناد ثابت میسازه که با گروه شورشی ها رابطه داری. ما با هیچ گروه تروریستی رابطه ندارم. من محصل هستم. دلیلی که قبلا زندگی میکردی بم منفجر شد. تو و دوستایت بازداشت شده بودین. یعنی تمامش تصادف است؟ سارنوال صاحب بیگناهی موکل ما بعد از بازداشت ثابت شده و بعد آزاد شده. بعض وقت دادگاه اشتباه میکنه آقای وکیل. به نظر مگه الیف گورال آزاد نمیشد امروز. جانر اویگور نجات پیدا کرده میتونست. کدام اسنادا؟ اسنادایی که کثافت کاریای پدرت و جنرال قدرت ثابت میسازه. تمام کارهای غیر قانونی را که انجام دادن. تماسهای تلفنیشان. یعنی تمام اسنادی که میتونه اونا را برباد کنه. اینجا! اینجا! مرا راحت باد! اینجا صبر کو احمق! اینجا صبر کو دارو خیزو! مرا راحت باد! تو سرباز از بلند کردی؟ خب چی شد؟ به محکمه معرفی شد. اعلام کو قدرت. اینجا گفتم اعلام کو. دوست با ما بطی احمق. اعلام کو. اقسم نکو قدرت. من همه چیزا برانا گفتم. او اینجا میاد. اعلام کو. اعلام کو احمق. اعلام کو قدرت. چی شد؟ با خاطر لباسه که میپوشی کار میکنی ها؟ وقت نام پدرت شنیدی نظرت تغییر کرد ها؟ اگه پدر ما مجرم باشه باید جزای خدا ببینه. و از همراه من کمک کن. تعقیبم نکو دینی، تعقیبم نکو. کمی دیگم تحمل که دختر. من تو را نجات میتم. ما میخوایم طلاق بگیرم. میشه وکالت خدا به شما بدم؟ البته میشه. خانم الیف گورال،
لطفاً این کارا نکن دینیس. آه دینیس، تو در کار مداخله میکنی. خانم بیادر، خانم بیادر، برو من راحت بون. با دلیل دست داشتن متهم الیف گورال با گروه های تروریستی و دهشت افغان و با توجه به اظهاراتی که متهم در جریان بازجویی ارائه کرده است و بعد از منفجر شدن بم در خوابگاهی که یک مدت ایشان نیز در آنجا بستر می بردند و به اتهام قتل جانر اویگور یکی از اساتید دانشگاه مرکزی شهر و همچنان به دلیل سرکشی از قوانین دانشگاه و برهم زدن نظم از دانشگاه اخراج شده بودند. با در نظر داشت تمام دلایلی که به صورت واضح و مشخص در نزد ما موجود می باشد، از مقام دادگاه تقاضا می کنم تا متهم الیف گورال را نظر به قوانین جزای جمهوری ترکیه با شد مجازات ایشان را محکوم کرده و با متهم الیف گورال حکم اعدام داده شود. ادامه دادگاه و فیصله نهایی در مورد قضیه 2 ساعت بعد برگزار می شود. اسلحه خودت در جای بان که دیده بتانمش. برای بار آخر میگم. دستای تا بلند کو و بیرون بیا.
چه گپ شد؟ تصمیم گرفته شد؟ قاضی 2 ساعت وقفه داد. پس یک شانس دوگام داریم، همونطور نیست؟ با خانم رنا یک دوسیه روان شده. با او میتونیم الیف بیگناه ثابت کنیم. پس او دوسیه کجاست؟ حال زن میزنم. بفرمایید. خانم رنا مردم هستم. قاضی جلسه را 2 ساعت وقفه داده. دوسیه پیش شماست. ما در شفاخانه هستم. خانم ایجا رو به بخش عاجل آوردیم. وضعیتش هیچ خوب نیست. میشه بگویی چی شده؟ پس دوسیه کجاست خانم رنا؟ پیدا کرده تا نیست؟ نه خیر، دوسیه پیشش نبود. حتی در خانم نبود. خانم رنا، ما تنها 2 ساعت وقت داریم. باید دوسیه را به دست بیاریم. به خاطر نجات دادن الیفی آخرین شانس ماست. آله راحت شدی؟ به خاطر تو زیار از دست دادیم. تمام گپاش حقیقت داشتم تو نیست؟ یعنی در تمام جنایاتی که گفت دست تو از تو جنرال قدرت و ممرای تمدست هستم تو نیست؟ نه خیر، هر کاری که انجام دادیم به خاطر وطنم بوده. یا ما را فقط به خاطر ملت خود انجام دادیم. پس به خاطر همین چند دقیقه پیش میخواستی من از بین ببری؟ یعنی بچه خدا تو نبودی که گفتی پدر ما مجرم باشه از بین میبرمش؟ پس معلوم میشه که هر دوی ما یک تصمیم گرفتیم. پدر ایره میفهمی که تو یک جنگ آغاز کردی؟ بعد از این ما تو پدر و پسر نه دشمن هستیم. خانم پرستار، من باید هر چه زودتر همراه او گپ بزنم. خانم این امکان نداره. مریض فعلا تحت تداوی است. خانم بیادر، او دوسیه کجاست؟ ها؟ او را چی کردی؟ برام بگو. کجا پنهانش کردی؟ در خانه است؟ خانم محترم، شما اینجا چی میکنه؟ خانم بیادر، این بسیار مهم است. لطفاً از اینجا بیرون شوید خانم. لطفاً از اینجا بیرون شوید. لطفاً نشانی دوسیه را برام بگو. خانم بیادر لطفاً نشانی را برام بگو. جواب بده. خانم بیادر لطفاً. برای خانم محترم اینجا چی میکنه؟ اجازه نیست. برای اینجا بکشین. یک چیزی بگو. جواب نبده. بیرون شوید. خانم محترم بیادر، من باید او را پیدا کنم. قسم رویه نکنید. ببینید بریم خانم، لطفا قسم رویه نکنید. من باید گپ بزنم. من باید دختر من نجات بدم. من باید دوسیه را پیدا کنم. اجازه بدین که همراهش گپ بزنم. خواهش میکنم اجازه بدین که همراهش گپ بزنم. چی شد؟ دستگیرش کردن یا نه؟ قاضی 2 ساعت وقفه داده ابراهیم. امروز به خانه خانم رنا یک دوسیه روان شده به نفع الیف، اما او دوسیه فعلا گم است. خانم ایجا از خانش گرفته. خانم آقا قدرت. بس دوسیه پیش قدرت است ها؟ به احتمال زیاد. خواهش میکنم کدام گدودی نکنی. اردام، کسی که پیش روی سالن والی با خانم رنا گپ زد زیا بود. چی؟ دوسیه را مأمور روان کرده بود. دینیز، هر قسمی که میشه زیا را باید به محکمه بیاری. دوسیه از پیش خانم رنا گم شده. فقط زیا میتونه که اگه شهادت بده میتونیم الیف نجات بدیم. هر قسمی که میشه زیا را باید بیاری. درست است. زیاد دور رفتن نمیتونه. فعلا زخمی است.
سلام، خسته نباشین. من یک کارت تلفن میخواستم. چندی باشه؟ فرق نمیکنه. پولتان مانده، باقیش نمیگیرین؟ نه. 155 است. میخواستم یک گزارش به تو. وضعیتش چطور است؟ میتونم همراهش گپ بزنم؟ چند دقیقه بعد مریض ما از اتاق عاجل بیرون میشه. شاید 5 دقیقه بعد روانش کنیم. وضعیتش چطور است؟ گپ زدن میتونم؟ میخوایم واضح براتان بگویم. احتمال زیاد وجود داره که خانم اینجا فلج شود. امکان داره بخشای مهم بدن خدا تکان داده نتونه. امکان داره گپ زدن نتونه. از این خاطر ما آخرین تلاش خود انجام دادیم. بعدا تصامیم خود میگیریم. لطفاً به خانواده‌اش خبر بدید. خانم بیادر، برات عذر میکنم. گوش کن، به خاطر آینده دخترم لطفاً یک چیز بگو. دوسیه کجاست؟ ها، پیش تو است. کدام جای پنهان کردی؟ بیادرم گرفته؟ ها، به بیادرم دادی؟ خانم بیادر، گپ بزن. حداقل با اشاره چشمت صدای تبکش. خانم بیادر، عذر میکنم. زمان سپری میشه. خانم بیادر، یک چیزو بگو بریم. حداقل یک اشاره کن. یک چیزو بگو. خانم بیادر. ژالا لطفا این کارو نکن. لطفا دیگه ختم شد قدرت. بس است. پیش خانم و خانوادیت برو. گوش کن، من به او علاقه ندارم. درست از پیش او رفتم، اما باید میرفتم. اگر نه مرا تباه میساخت. لطفا بان که برات بگویم. لطفا ژالا. گوش کن، من استراحت میکنم. و وقتی که کارت ختم شد تو هم رفته میتونی. درست از خانم شنایی. بفرمایید. بله، ما با کمکت ضرورت دارم. بله، نجاتی. سلام. میتونم تلفنی همراه دخترم گپ بزنم برای آخرین بار؟ میشه برام کمک کنی؟ معذرت میخوایم.
میشه برام یک گلاس آب بیارین، دوایم هم میخورم. اگه خواسته باشین براتون چای بیارم. نه خیر، زنده باشین. فقط یک گلاس آب برام بیارین. اینجا را چی فکر کردی؟ کانتین دانشگاه؟ داخل نظارتخانه است دختر جان. ببینین ما باید به صورت منظم دوایم بخورم، لطفاً. تا چند ساعت نمیموری؟ لازم نیست تشویش کنی. باز میتونی در زندان دوایت بخوری. بله اردام. ها دینیز، همین دقیقه به امنیت زنگ زدم، یک گزارش برشون رسیده. زیاد منطقه کاردال دیده شده. درست است، من به اونجا نزدیک هستم، حالا میرم. خانم رنا، چی میکنین خانم رنا؟ دوسیه کجاست؟ کدام دوسیه؟ کارایتان بس کنین دیگه. از اقدر دروغ گفتن خسته نشدین؟ ها؟ از پاک کردن کارای بیادرم خسته نشدین؟ براتان شرم است. شما هیچ متوجه گپایتان نیستین خانم رنا. دوسیه‌ای که میتونه دختر من نجات بده کجاست؟ خب حال فهمیدم. براتان عذر میکنم، بس است دیگه، لطفاً بس است. از درد دادن به دخترم منصرف شوین لطفاً. او هنوز زیاد خورده است. او مستحق ای همه درد نیست. اگه میخواین کسی را جزا بتین باز به ما جزا بتین، اما پشت دختر ما الا کنین، خواهش میکنم. هیچ کسی پشت دخترتان نگرفته. او خودش به خود درد سر میسازه. دختر ما به خود درد سر نمیسازه، شما برش میسازین. بیادرم امروز کوشش کرد خانم خود از بین ببره. روزی که همراه بیادرم دشمن شدین، حال شما بدتر از خانمش میشه. زیا صبر کن، فرار نکن زیا. بفرمایید. زنده باشی. الیف، یک نفر زنگ میزنه، میخواه با تو گپ بزنه. کی هست؟ از بسیار رای دور. مطمئن هستم وقتی صدایشو بشنوی زیاد خوش میشی. بگی جواب بده. بله الیف؟ کاکا ابراهیم؟ از همه چیز خبر دارم. بسیار جگرخون شدم الیف. جگرخون نباشین کاکا ابراهیم، بیگناهیم زود ثابت میشه. از اینجا بیرون میشم، مطمئن هستم. البته که بیرون میشی دخترم، البته که بیرون میشی. قرار نیست همیشه ظالم ما برنده شوند. شما چطور هستین؟ کجا هستین؟ چی وقت میایین؟ پشتتان زیاد دق شدیم. ما هم پشت شما دق شدیم. میایم دخترم، میایم. بزودی پیشتان میایم. بسیار زیاد خوش شدم که ابرایتان گپ زدم.
با شنیدن صدایتان زیاد ضرورت داشتم. زیاد میخواستم با شما گپ بزنم. الیف جان دخترم، گریه نکو، خواهش میکنم. گریه نکو جانم. تو مشکلات بدتر از زیر سپری کنی، مشکلم سپری میشه. خوب میشه، همه چیز خوب میشه. گریه نکن لطفاً. وقتتان تمام شده. حالا ما باید قطع کنم کاکا ابراهیم. بسیار زیاد تشکر. مرا زیاد شما مثل پدرم هستی. تو هم مثل دخترم هستی الیف جان. دخترم هستی. با خدا مسپارمت عزیزم. از دور میبوسمت. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. زیا! کجا گم شدی زیا؟ کجا؟ حالا فهمیده که چرا از پشت او رفتم؟ خانمم به من خیانت کرد. بله جنرال. جنرال صاحب، خانم ایجا به شفاخانه منتقل شد، خبر دارین؟ نه خیر، خبر ندارم. چی شده؟ خانمتان از زینه افتیده. خانم رعنا میگه که کار شماست جنرال صاحب. هیچی حماقت است، هیچی بیعقلی است. درباره یک دوسیه میپرسید. بعضی اسناد داخل او است. ادعا میکنه به خاطر گرفتن او دوسیه خواستن خانمتان از بین ببرین. او زن عقل خود از دست داده. او میخواهد چی کنه؟ خب ساعت خانم ایجا چطور است؟ جنرال، شما با شفاخانه برین و او را تنها نمانین. سنم خبر داره؟ درست است. لطفا متوجه باشین. ما باید همراه خانم جاله درباره یک موضوع گپ بزنم. بعد از او به شفاخانه میایم. درست است. خانم جاله ما در جایت بشی. زیا! عجله کو برو. حرکت کو، زود شو. او اتاق چی است؟ حمام. داخل برو. اگه چیق بزنی میفهمی که چی میشنه؟ قدرت. برو. درست از داخل شو. دروازه را قفل کو. بیرون بیا. میفهمی که این کار تو بسیار خطرناک است، اما تو نیست؟ امر کنه جنرال صاحب. ما 20 سال قبل از بین رفتیم. دیگه چه قسم میخوای مرا از بین ببری؟ بله؟ بله. میخوای بالای دخترم تهمت بسته کنی و او را در زندان بندازی ها؟ قبلا هم کوشش کردی اما بازم میخوایی کار کنی؟
اما این را فراموش نکن. آماده‌ام به خاطر رعنا و دخترم از بین برو. چی میگه؟ یعنی بعد از این هیچ چیزی برای از دست دادن ندارم. برام بگو از ما چی میخوایی؟ چی میخوایی؟ امکان نداره. دوستیایی که دختر من نجات میتره میخوایم. بسیار دیر کردی ابراهیم، بسیار دیر کردی. بیبی دوسیا اونجاست. آتش زدیش؟ تو چطور تانستی کار کنی احمق؟ بله. شنایی تو برو، ما بعدا پشتت میم. عجله کو عجله کو. آی درست است. تو هیچ کار با خاطر دختر خود انجام دادن نمیتونی. هیچ کاره. تو ای قسم فکر میکنی ها؟ ای قسم فکر میکنی؟ به نظر من اشتباه میکنی. بس آرنوالی زنگ زده، میگی که دخترم آزاد کنن. فهمیدی؟ ای گپا خوب میفهمی که هرگز ای کارا نمیکنم. پس ای قسم است جنرال. متوجه باش، به نظر من میکنی. بیبی 5 دانه ماند. اقدر زود نه. از اینجا زنده بیرون شدن نمیتونی. بهتر از دیگه شانس خود امتحان نکنی جنرال. زود باش دروازه را باز کن. یه احمق به کدام جهنم رفت. راحت باشو رفت. زیا اگه امیال اصلی تا پایین کنی شاید زنده بانی آقا ابراهیم. چهار خانه ماند. خداوند قبول کنه. زنده باشین. چطور میتونی این قسم باشی؟ اگه کس دیگه می بود جگرخونی میکرد، میترسید، گریه میکرد، اما تو کل چیزا با صبر پذیرایی میکنی. به خداوند توکل میکنم. اگه بفهمین که سبب همه چیز خداوند است، باز ای را درک میکنین که همه چیز به خیر ما است. بعد از اون نه ترس پیدا میشه و نه تشویش و نه جگرخونی.
تو بسیار یک دختر صادق هستی، ایره میفهمی. از معرفی شدن با تو بسیار خوش هستم. از شما یک خواهش کردم میتونم؟ البته هر چی که بخوای. اما اول وعده بتین به هر قیمتی که باشه انجامش میدین. درست است، وعده میتونم. ما میخوایم مادر خودم بشناسم. عجله کو جنرال، کاسه صبر ما لبریز نساز. اردی و میفهمیم که مرا از بین بردن نمیتونی. اگه ما از بین برم دخترتا نجات دادن نمیتونی. صبر ما لبریز نساز، فهمیدی؟ هنوزم مطمئن هستی که نمیتونم تو را از بین ببرم؟ چون میفهمم فقط شما میتونین به من کمک کنین. الیف، ما اون نامه را پیدا کردم. شما او را در دستکولم مانده بودین. پس به این معنی است که شما با او ملاقات میکنین. خانم رنا، به او بگوین که دخترتان میخواهد شما را ببینه. فکر نمی کنم ای گپ قبول کنه. حتما میترسه که به من ضرر نرسه. دیگه چی ضرر برم برسه؟ بس است که با طفلم یک جا ده زندان استم. ای قسم نگو لطفا. اما حقیقت داره. قبلا ده ای باره تصمیم گرفته شده. من حتما جزا میبینم. خانم رنا، من میخوایم مادرم بشناسم. میخوایم بفهمم مادر کلان طفلم کی هست. لطفاً به من کمک کنین. فقط شما این کارا برام انجام داده میتونین. این کارا میکنین همه تو نیست. با وعده خود وفا میکنین. بسیار زیاد تشکر. وقت جلسه است، باید بریم. گوش کو جنرال، زندگیت حال به دست خودت است. زنگ میزنی یا که نمیزنی؟ گناه من نیست دیگه. درست است. صبر کن. زنگ میزنم. چی شده، پیدا کرده تانستین؟ خانم رنا،
وام دوسیه را آورده نتانست. الیف آمد. قبل از آخرین تصمیم محکمه از الیف گورال میپرسم اگر بر آخرین بار چیزی به گفتن دارین بگوین. یکی ای داستانه می نویسه و ما را مجبور می سازه که دی داستان نقش بازی کنیم، اما ما فریب ای بازی را می خورم. ما از بازی کردن در داستانی که عاقبتش معلوم نیست راضی نیست، چون دیر یا زود عدالت برقرار میشه. خداوند عادل است، تشویش نداره. چیزی که گفتی انجام دادم. حال اسلحه‌ت پایین کن. فکر کردی تو را از بین میبرم؟ من همین قسم انسان هستم. جان را که خداوند داده فقط خودش گرفته میتونه. بیبی اسلحه خالی است. تصمیم نهایی بعد از درخواست بازداشت الیف گورال به دادگاه روی درخواست مذکور بررسی صورت گرفت و تکان نخوری. تکان نمیخورم و هیچ جایم نمیرم جنرال. محکمه فیصله کرد که قضیه الیف گورال بدون بازداشت متهم بررسی میشه و همچنان تاریخ برگزاری دادگاه بعدی بعد از یک مدت اعلان میشه. خوب شد که بخیر گذشت الیف. زنده باشه. ما بسیار دوستت داریم. ما شما را زیاد دوست دارم. وعده را که دادین فراموش نکنین. هنوزم باور کردن نمیتونم. چطور امکان داره که این کار صورت بگیره؟ چطور میتونه که در این حالت برسه؟ سنم جان،
مادر جان، تو تشویش نکن. پدرم تو رو پیش بهترین دکترها میبرم. اگه ضرورت شد خارج از کشور میریم. به خاطر خوب شدن تو هر کارو میکنی. جنرال صاحب. جنرال. پدر. تشویش نکن دخترم، کل چیز خوب میشه، آرام باش. جنرال، میخوایم به تنهایی امرای خانم ایجا گپ بزنم. با چشم جنرال صاحب. برات گفته بودم که هرگز امرای ما خیانت نکنی خانمی جان، یا هم نتیجه کارایت. هنوز ای آغاز فیلم است، میفهمی؟ روزای بعد تو از این بابت شروع میشه. هر لحظه خواهش مرگ میکنی اما بدبختانه نمیموری، چون زندگی را برات جهنم میسازم. بسیار زیاد تشکر، به زحمت شدین. متوجه خود باش. ما میخوایم همراهت برام، میخوایم همراه پدرت گپ بزنم. نمیخوایم شما جگرخون شوین. او نمیفهمه که چه قسم گپ بزنه، کم عجیب است. نخیر نخیر، تشویش نکو جانم. الیف، هیر از خانه تابستانی پیدا کردم. تشکر. شام بخیر. خوش آمدین. دینیس کجاستی بچیم؟ الیف به خانش رساندم. الیف دیگه از کجا شد بچیم؟ خانم ایجاد در شفاخانه است. سنم پریشان است. جنرال قدرتم تو را کار داره، کجاستی؟ اما تو هنوزم پشت الیف گرفتی. اوف مادر اوف، بلایم در پسشان. هر چی زودتر اینجا میاییم، هر چی زودتر. واقعا از این کار خسته شدیم. واقعا که خسته شدیم، باور کنیم. رعنا خانم، الیف مرا دیوانه ساخته. یا از اوضاع پیداش میکنم یا از بین تظاهرات. یک درد سر کلان شده به من. کاش فقط به خود ضرر برسانه، به ما ضرر میرسانه. پدرم به خاطر ای به نظارت خانه رفت. آقای الماس، میشه که ما و شما به تنهایی گپ بزنیم ها؟ گفتین به تنهایی، یعنی ما و شما. طرف ما چرا سیر میکنین؟ داخل برین. توبه خدایا، عجله کنین، برین توبه. بفرمایین، قسمی که خواستین ما و شما هستیم. حالا هر گفتنی که دارین برم گفتم میتونین. راستش آقای الماس، من به خاطر الیف چند خواهش کوچک از شما دارم. لطفاً دیگه در گدام زندگی نکنه. ببینین هوا زیاد سرد شده. رعنا خانم، من به زور روانش نمیکنم. من برش میگم در خانه زندگی کو. میگه نه خیر، من درس میخوانم. اگه تنها باشم خوب یاد میگیرم. زد میکنه بسیار زیادی. از خودتان خوب بهتر رو هر چی که میخواد بگویا، اما نباید اجازه بتین اونجا زندگی کنه. بعد از او متوجه شدم که هیچ غذایی را درست نمیخوره.
من به شما هر ماه یک مقدار پول میتم. ایره بگیرن هر ماه به خاطر الیف مصرف کنه. درست است؟ نمیشه. بلی از خدا قبول کردن نمیتونم. پولتون از جیبتون بانین. بعد است، بسیار بعد است. قسم میخورم. نمیشه به خاطر الیف است. لطفا. درست است، خوب نیست، اما فقط به خاطر الیف میگیریم. باور کنید. دازم میخوایم که او خبر نشه. میفهمن که زیاد مغرور است. نه خیر جانم، قسمی که گفتینی گپ در بین ما میمونه، فقط در بین هر دوی ما. الیف جان من دیگه میرم. منتظر خبرتان هستم. صبر که دختر، منتظر کدام خبر هستی؟ برام بگو. هیچ. شما درباره چی گپ زدین؟ هیچ. الیف میخواه مادر خدا ببینه. از من در این باره کمک خواست. کاش که جو نامه رو برش نمیدادین. خواستم حقیقت بفهمه. اگه کمیام شدم مرا دوست داشته باشه درکم کنه. به جا برش امید نتین. در مقابل او استاد شده میتونین؟ یگان وقت زیاد میخوایم این کار انجام بدم دنیز. زیاد میخوایم بگویم که من مادرت هستم. میخوایم او را با آغوش گرفته هیچ وقت رهایش نکنم. شبا نمیتونم درست بخوابم دنیز. نمیفهمم سیر میخوابه یا گشنه. گرم است یعنی. اگه به دست من میبود او را از این خانم میبردم پیش خودم. اگه کمی هم درباره الیف فکر میکنه نی بدی رو در حقش نکنین. از او دور باشین. ای برش بهتر است. Anne, çok üşüyorum. Anne, ağlıyorum. Hasret kor gibi yaktı beni. Yangınlarda kalbim yaralı şimdi. Anne, duy sesimi. Anne, bırakma beni. Hayat bir oyun gibi, belki umutlarımız vardı halbuki. Ne olur affet anne, ben kendimi affetmesem bile sen beni affet. Utanıyorum ama lütfen bana hakkını helal et. Ne olur affet anne, ben kendimi affetmesem
bana kızım desen, sarsan yaralarımı. Üşüyorum ah, örtsen ayıplarımı. Yine bana kızım desen, sarsan yaralarımı. Üşüyorum ah, örtsen ayıplarımı. Yine bana kızım desen, sarsan yaralarımı. Üşüyorum ah, örtsen ayıplarımı. Deniz? تو در وقت شب از کجا آمدی؟ تو را چی؟ تو از ما حساب میپرسی؟ میخوایم بفهمم که کجا بودی در حاله که باید در شفاخانه پیش من میبودی اما تو گپ ما گوش کن سنم. بله به خاطر مادرت بسیار جگرخون هستم. شفای عاجل میخوایم. اما رابطه ما رابطه جبری است. یعنی ما مثل نامزدهای دیگه نیستیم. به خاطر طفل کار میکنیم سنم. درست است در یک خانه زندگی میکنیم اما هیچ وقت به تو علاقه نخواد داشتم. لطفا این رو درک کن. اگه خیال بافی هم نکنی خوب میشه. دیگه تو را در اطراف دینیس نبینم. زنگ نمیزنی، احوالش نمیپرسی، گپام نمیزنی، حتی سلامم برش نمیتی. تو برو ای گپا را به نامزدت بگو. پس به می خاطر او خانه تابستانی رفتی ها؟ اگه دینیس نمیرفت خدا میفهمه که چی کارایی میکردی. تو از کجا فهمیدی که دینیز رفت؟ خودش برم گفت. کل چیزا برم قصه کرد. در ضمن هیچ موضوعی بین ما پنهان نیست. وقتی که زنگ زدم او با تو بوده، همه تو نیست؟ مرا تو از اونجا پایین انداختی؟ به خاطر به دست آوردن دینیز؟ تو عقلت از دست دادی. من حتی نمیفهمیدم که همیم دو قسم یک جای خانه داره. در ضمن من چوری کارا با تو کنم؟ تو لیاقت نفرتم هم نداری. گپای ناق زدم مردم هم مشکوک نساز. هیچ کسی به گپای تو باور نمیکنه، فهمیدی؟ من او شب در شفاخانه بودم، شاهدم دارم. شنیدی؟ اگه بدی نیست بگوی تمامه شد. هر چی میخوایی بگو. و نه ثبوت داری و نه هم شاهد داری. هیچ چیز را ثابت ساخته نمیتونی. از خانه جدا میشی؟ بله، همراه پدرم بوده، نمیتونم. چی کردی؟ خانه پیدا کردی؟ نه خیر، امروز خانه میپالم. بیا همراه من زندگی کو، خانه خالی دارم. گرچه نباید همراه تو گپ بزنم اما تو نمیبینی من چقدر جگرم خونه سردام؟ نمیبینی؟ قلب انسان همه چیزی او است. قلب ما آتش گرفته. وقتی طرف الیف میبینم روح از بدنم جدا میشه. بله بله اردم، من الیف هستم. ها الیف، چطور هستی؟ راستش هیچ خوب نیستم. چی شده؟ چی مشکل داری؟ چند دقیقه پیش سنم پیش روی مامد. اردم فکر میکنم او مرا پایین انداخته بود. تو چی میگی الیف؟ بله.
سنم برام گفت که خبر نداشت خانم رنا در اونجا خانه داره، اما میفهمید دینیزم قصدن او شب خواسته بود. الیف، یک جرم بزرگ است، متوجه هستی؟ میفهمم. تو بدی نیست چیزی نگویی، درست است نمیخوایم جگرخون شوم. من فقط خواستم ای گپا به تو بگویم. درست است. خوب کردی. من یک بار فکر میکنم که چی کدام میتونی. بعدن باز برات زنگ میزنم. الیف چی شده هردام؟ الیف میگه کسی که میخواسته من از بین ببره سنم است. چی؟ بیننده های عزیز، قدرتکارا یکی از جنرالان بزرگ و قوی کشور که نامزد پست وزارت دفاع هم گفته میشد امروز از وظیفه خود استعفا داده. هدفت چی است؟ تو میخوای چی کنی قدرت؟ تمام نهادهای نظامی، قضایی و ادارات دولتی از اینکه جنرال قدرت استعفا داد متعجب شده. همه به صبرانه میخواهند علت استعفا را جویا شود. وای 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 وای. بعد از اینکه جنرال قدرتکارای حاضر نشد بر رسانه‌ها معلومات بده، خبرنگارا پیش خانه قدرتکارای جمع شدند تا جواب سوالات خود به دست بیارن. حال هدفی احمق فهمیدم. مرا گفت که در شفاخانه هستم. وقتی من رفتم او رفته بود، در شفاخانه نبود. اگر نقشه جنایت او طرح کرده باشه، واقعا دختر بسیار خطرناک بوده میتونه. درست است، اما چه قسم ثابت کنیم؟ او تو را به شفاخانه خواست. اول از اونجا شروع میکنیم. میبینیم که واقعا او شب به شفاخانه رفته یا نه. درست است. پس بیا که همیال به شفاخانه بریم. بله، تا هنوز از آقا قدرتکارای کدام دلیله به خاطر استعفای اونا گفته نشده و همچنان در مقابل رسانه هم ظاهر نشدن. آمد دوستو بدوین، عجله کنین. جنرال صاحب خبر استعفایتان حقیقت داره؟ اگه حقیقت داره دلیلش هم میشه برام بگین؟ شخصا تصمیم گرفتین یا کسی بالای شما فشار وارد کرده؟ بعد از این چی میکنین؟ گفتم میشه که وارد سیاست میشین. حقیقت داره؟ جنرال صاحب چرا به سوالای ما جواب نمیدین؟ چرا چیزی نمیگین؟ لطفا یک چیز بگین جنرال صاحب. جنرال صاحب لطفا یک چیز دوستو بگین. بیاین که از اینا بپرسیم. دوستای عزیز رسانه‌ای، قرار است چند دقیقه بعد جنرال صاحب قدرتکارای در یک جلسه رسانه‌ای حاضر شود. حال بهتر است از اینجا برین و وقتتون ضایع نکنید. پس چرا تا هنوز چیزی گفته نشده؟ تمام گپای خود در جلسه براتون میگم. لطفاً از اینجا برین. حالا دیگه دروازه را بسته کنید. الیف، صبح بخیر. داخل آمده میتونم؟ خانه کم به نظم است جانم. مهم نیست، زیاد نمی باشم. درست است. بعض اوقات یگان چیز نوشته میکنم، اما وقتی خوشم نمیایه اوسم اندازم شه. خدا به زحمت نسازین خانم رنا. بیا. میشه ای را به مادرم بگیم؟ میشه بعد از خواندن این نامه فکرش تغییر کنه و بخواه که مرا ببینه. سلام. خسته نباشین. درباره یک مریض میپرسیدم. دیشب به بخش عاجل آورده شده بود. پیش شما ثبت شده میشه ببینیم؟ البته. آقا مراد اگه خواسته باشین من میبینیم شما یک بار دوسیه را بررسی کنین.
درست است. اسمشان چی بود؟ سنم کارای. پیدا کردم. سنم کارای پیش ما ثبت شده. او خانم خوب به یاد دارم. سرک ضعف کرده بود. بله. فقط چیغ زده میرفت که طفل ما چیزی نشده باشه. درست است. تشکر. زنده باشین. وقتتون خوش. تشکر. بفرمایید. خانم سنم سلام آمد. چند دقیقه پیش آمده بودن، چیزایی که برام گفته بودیم برشون گفتم. آب بیارم براتون. لازم نیست. فقط شما میتونید که به من کمک کنید. خاطر که دقیق نمیفهمم حامل هستم یا خیر. برنامه زدن دروغ گفتیم. گفتیم که بچه با خانه هستم. اینجا بیا و منم راید ببر. اما با خانه او زندم نبود. درست است آرام باشه. حالا به خاطر جدا شدن از من میخوای که دروغ من ثابت بسازم. اما اونم بسیار زیاد دارم. لطفاً برم کمک کنم. راستی نامزدتان بسیار جذاب است. لطفاً او را از دست ندین. البته که نمیخوایم دختر احمق. آمده با من مشوره میدهی. اوف. به هر صورت این کارم ختم شد. حالا اگه خانم ایلیف بخوایم کدام کاری کده نمیتونم، چون حالا دشم خانم ثبت راجستر شدم. من هنوزم قانع نشدی مردم. یعنی امکان داره بعد از بیرون شدن شفاخانه اونجا رفته؟ یعنی امکان داره؟ اگه این کار کده باشه او را هرگز نمیبخشم. طفل خودم پیش خود میگیرم، هر کاری که میخوای انجام بده. اما چه قسم ثابت بسازیم؟ راستش دینیز من یک مفکوره دارم، اما نمیفهمم از کجا شروع کنم. بسیار سالا در ذهنم خطور میکنه. سلام. مادر دوست داشتنی. در حالی که نامه یک اولاد نباید اقسم آغاز شود. باید مادر جان بگوید. باید بگوید که پشتتان دق شدیم. اما من به یک شکل دیگه نامه خود آغاز میکنم. زیاد به تشویش شما هستم مادر جان. سال هاست که مژگان مادر خود فکر کردیم. خدا ازش راضی باشه. او مرا مثل اولاد خود فکر میکرد و زیاد دوستم داشت. هیچگاه نیکیایش فراموش کردن نمیدم. او مادرم بود، دوستم بود، همرازم بود، همه چیزم بود. اگر او میفهمید که شما زنده هستید، مطمئن باشین که به خاطر یک جا ساختن ما هر کار از دستش میامد انجام میدم. شاید از این میترسید که بعد از پیدا کردن شما او را ترک میکنم، اما بازم مادر از اولادش جدا نمیسازم. حالا مژگان مادر نیست، اما خانم رنا هست. در اوایل یک دیگه خدا هیچ دوست نداشته. جنگ کردیم، زد کردیم، اما بعدا دیدم که یک انسان خوب است، مهربان است، با وجدان است و اولاد خدا از دست دادم.
متاسفانه که به اندازه ما خوششانس نیست. او به دختر خود رسیدن نمیداند. اما ما هنوز یک شانس داریم. دنامیتان نوشته کردین که کاش به خاطر تو بیشتر مبارزه میکردم. حالا مبارزه کنه، چون شما را زیاد دوست دارم مادر جان. کوشش میکنم شما را درک کنم تا بتانم شما را ببخشم. شاید وقتی برسه که عصبانی شوم، جگرخون شوم، پریشان شوم، اما منصرف نمیشم. یک اولاد از مادر خود منصرف شدن نمیتونه. قسمه که گوشت از ناخون جدایی نداره. مام جدا نمیشم. بی صبرانه منتظر جوابتان هستم. دخترتان ایلیف. خدای من، حالا من چی کنم؟ خدایا خودت کمکم کن، لطفاً کمکم کن. خدایا مهمانا و گزارشگرای محترم، لباس با شرفه که تا امروز به تن داشتم بیرون کده از وظیفه‌ام استعفا دادم. معلوم دار است کلتان میخواین دلیل استعفای ما بفهمین. براتان توضیح میتم. در چند سال اخیر با گذشت عروض پایه های جمهوری بزرگ و سیاست کشور ما رو به زوال است. دشمنا کوشش میکنن نظم وطن ما را برهم بزنن. از پشت ایمیز با وسیله شما رسانه‌های محترم با تمام مردم کشور عزیز خود میخوایم ایره بگویم که از طریق سیاست و عدالت خواهی برای تمام مردم با شرف خود خدمت کردیم. همچنان میخوایم بیشتر خدمت کنم. کلتان ایره میفهمین. تا که زنده استم بیشتر خدمت میکنم. دزم برای ایج گروهی و یا حزب ای اجازه را نمیتم که نظم کشور ما را از بین ببرن و بالای مردم ما ظلم کنن. آقا قدرت، بعد از این از کدام را به عنوان غیر نظامی میخواین به وطن خدمت کنین؟ میشه در عبارت توضیح بده؟ قسمی که قبلا براتان گفتم، در مقابل اشخاصی که میخواین به اشکال مختلف بنیاد دولت ما را ضعیف بسازن یا از بین ببرن مبارزه میکنیم. ما نفهمیدم منظورتان از این پروژه چی است جنرال صاحب؟ با زودی خواد فهمیدین دوستان. آقا قدرت کسی شما را مجبور به استعفا ساخت؟ میشه بگین چرا یک بارگی تصمیم به استعفا گرفتین؟ حقیقت داره که میخواین یک حزب جدید تشکیل بدین؟ دوستای عزیز، در این حالت که کشور ما طرف بحران روان است، اگر در این وضعیت ما کوشش کنیم به خاطر بهبود کشور خود حزب جدید تشکیل بدیم، بیفایده است، چون احزابان بجز انتقاد کردن بالا یکی دیگه کار از دستشان ساختن نیست. دوستان فهمانده تانستم؟ از تمامتان تشکر میکنم. میشه یک سطل آب بتین؟ میخواستم اولی را بشویم. منتظر باش میارم. آی بیدار شدی؟ بله، تشنه شدیم.
درست است. تو بیشین، من میارم. بگی. وقت تو خواب بودی به خاطر ازی که وقتم سپری شوا گیم میزدم. زیا برو دستوری تباشوی که با هم غذا بخوریم. درست است. خب چطور بود جنرال؟ بسیار عالی بود جنرال صاحب، مبارک باشه. یعنی امروز کل ما را متعجب ساختین. بعضن باید همه را متعجب بسازی جنرال. وقت دایی سینما برسین شما هم امی رقم متعجب میسازین مردم. جنرال صاحب واقعا من کنجکاو شدم. بعد از میخواین چی کنین؟ نمیفهمم. شاید اسم تشکیل بتم یا شاید هم مشاور شوم، نمیفهمم. اما یگانه چیزی که میفهمم ما باید به خاطر بقای ملت خود تمام داشته های خود با مردم شریک بسازیم. زخمت چطور است؟ درد خو نداری؟ نه خیر. خوب هستم. خوب تداویم کردی. خوش شانس بودی که مرمیده استخوانت اصابت نکرد. در ضمن چشمایتم روشن. دختر آزاد شد. ما کوشش میکنیم وطن از شهر اینا نجات بدیم، اما تو اونا رو نجات میدی؟ حتما شخص خاصی است. البته. خب تو چی میکنی؟ وظیفه جدیدت چی است؟ این یک راز است. نان خشک میخوایی؟ بله میگیرم. دخترم از من میخواه که مادرش را پیدا کنم، اما من خاموش هستم. کاملا قسمی که تو خاموش هستی. میخوایی گپ بزنی، همون تو نیست. میخوایی بگویی که بیادرم کوشش کرده تو را از بین ببره. میخوایی حقیقت به همگی بگویی. کاملا مثل من. اما گپ زدن نمیتونی. قلبت آتش میگیره، نفس گیرت میکنه، قلبت میتپه، اما گپ زدن نمیتونه. حال مرا درک میکنی، همه تو نیست. میفهمی که چه قسم درد میکشم یا نه؟ سلام، خسته نباشین. خانم سنم داخل هستن؟ تا هنوز از شفاخانه نامدن. جنرال قدرت؟ اونام نامدن. درست است. من در داخل منتظر می باشم، شاید حال برسن. بفرمایید. چیز اشتها دارین آقا؟ نه خیر، تشکر. شما به کار خود ادامه بتین، من بیگانه نیستم. درست است.
خوش آمدین خانم سنم. آقا دینیز آمدن، منتظر شما هستن. راست میگی؟ کجا است؟ نمیفهمم، شاید به تشناب رفتن. برو یک بار ببین زود. آمدی؟ خواستم چند دقیقه بیرون ببینم. خب مادرت چطور است؟ با تشویش او بودم، از او خاطر آمدم. تشکر میکنم جانم، اما فعلا هیچ خوب نشده. فهمیدم. اگه مشکل نداری میشه امشب با هم غذا خوردن بریم؟ میفهمم بسیار از تو دور بودیم. دیگه ازم دوری نکن لطفا. هر بار که امرای جنگ میگنم واقعا خود از دست میدم، باور کن. چی شده؟ منتظر کسی هستی؟ نه خیر. پدر بیا غذا آماده است. آمدم دخترم، آمدم. خب دخترا، من زیاد فکر کردم، میخوایم که خانم رنا را یک شب به غذا دعوت کنم. چطور ها؟ چرا لغ طرف مسائل میکنین؟ توبه. فقط گفتم که خانم دوست دارم. توبه استغفرالله، توبه خدایا. فقط خواستم او را به غذا دعوت کنیم، همین. هیچ لازم نیست پدر. دختر احمق، کمی عقل خدا به کار بنداز. او خانم کم به خواهرت کمک کرد ها؟ کم برش همکاری کرد؟ در ضمن او خانم بسیار پرنفوذ است. شاید فردا کدام کار ما را انجام بده. من از همین حال متوجه گپا هستم. احمق، فهمیدی؟ کمی عقل خدا به کار بنداز. بته احمق، 2 قاشق شوربا رو در نیم ساعت انداختن نمیتونی، فقط زبانت بربر میکنه بس. اگه ممی بودم بعد از خواندن اونامه دویده پیش اولادم میامدم. او تحمل کردن نمیتونه. میفهمم او میایه. اگه برش ضرر برسانن زنده بودن نمیتونم. من از بین میرم. دینیز جان، امیال از شفاخانه زنگ زدن، مادرم کم ناراحت شده. من تا شفاخانه میرم، امکان داره که شب اونجا باشم. درست است، من تو را میرسانم. نه خیر، ضرور نیست، من خودم میرم. خفه نمیشه اما تو نیست؟ نه خیر، اما من تو را میرسانم، چرا نمیمانی؟ واقعا ضرور نیست، من با پدرم زنگ میزنم، با او یک جای میرم. درست است، پس من میرم. خداحافظ. خداحافظ. اردام فهمیده شد. سنم واقعا خواسته که الیف از بین ببره، ثابت شد. آمد.
لطفاً صبر کنین. خواهش میکنم نره. بله ما بیرون شدم. کجا بیایم؟ درست است. میایم. بان که بیایم. دانه دانه حساب ظلمایی که در حق الیف انجام داده را ازش بپرسم. تو اونجا پنهان شو. زود شو. چرا این کار همراه من میکنین؟ چرا میخواین از من فرار کنین؟ لطفاً طرفم سیل کنین. خواهش میکنم میخوایم شما را ببینم. لطفاً مادر. مادر جان. مادر. مادر. مادر لطفاً دروازه را باز کن. مادر لطفاً خواهش میکنم. مادر لطفاً دروازه را باز کن. من از هیچ کسی نمیترسم. جز شما هیچ کسی برای مهم نیستن. بدون شما در زندگیم کسی دیگه ای نیست مادر جان. نمیزم را ما و دفله هر دوی ما به شما ضرورت داریم مادر. خواهش میکنم دروازه را باز کنیم. لطفاً مادر جان. مادر خواهش میکنم. مادر صدای من میشنوین مادر؟ وقتی نمیخواستین خدا برم نشان بدین پس چرا برم نامه نوشتین؟ برای چرا امیدوار ساختین؟ با شما را فراموش نمیتونم. بدون شما عادت کرده بودم. حالا چرا این کار را در حق من انجام دادین مادر؟ مادر لطفاً sen beni affet. Utanıyorum ama lütfen bana hakkını helal et. Yine bana kızım desen sarsan yaralarım. Üşüyorum örtsen ayıplarımı. Yine bana kızım desen sarsan yaralarımı. Üşüyorum örtsen ayıplarımı. دوست داشتنی الیف، نامت گرفتم. نامت مرا بسیار زیاد خوش ساخت، اما هنوزم متوجه نیستی که با چه قسم یک خطر روبرو هستی جانم. بعد از سالات را پیدا کردی. حالا نمیتونم تو را از دست بدم. ای درد تحمل کردن نمیتونم. وقتی که مادر شوی باز میتونی مرا بهتر درک کنی.
لطفاً مرا درک کن. مادرت زیاد دوست دارم. چی شد چرا نامد؟ بله اردم. سنم کجاستی؟ در خانه هستم. چی؟ یعنی که نمیایی؟ کسی که خواسته الیف از بین ببره من نیستم. چرا باید بیایم؟ کسی که خواسته ای تهمت بالای مکنه از او خاطر گردن بنده گرفته و در اونجا مانده. میخوای چی بگویی سنم؟ میگم من با یادسه هیچ رابطی ندارم. بار دیگه برم زنگ نزنی. بیا. نمیایه. چطور نمیایه؟ چی بفهمم بیادر؟ شاید از بازی خبر شده یا که او دختر واقعا بیگناه است. احمقا، شما امروز کی بازی میکنین ها؟ یه امروز کی گپ میزنه؟ دینیزا مصروف است؟ ها بله. اردم حال برات زنگ بزنم و ملاقات بخواهش. ما اونجا میریم. درست است؟ درست است. زنده باشی اردم. بالاخره از تو نجات پیدا میکنم سنم. جزایی کارهای حتما برات میتونم. احمق، تو امروز ما بازی کده نمیتونی. خانم رنا. الیف، دیشب مادرم آمده بود، برام یک نامه آورد. خواستم از شما بپرسم چیز میفهمین در این مورد؟ الیف، پشت ای کار الاکو لطفا. شما به من کمک میکنین؟ بله یا نه خیر؟ متاسف هستم. با مادرم بگویین که من پیدایش میکنم. حداقل ایره خبرش میگین همتون نیست. فکر میکردم خانم رنا برام کمک میکنه، اما او میترسه. مادرت ما پیدا میکنیم الیف، و کسی ضرورت نداریم. چطور پیدا کنیم سهیلا؟ حتی نامش نمیفهمم. راستش اگه کارت تولدت پیدا کنیم مادرت پیدا کرده میتونیم. ما کارت تولد ندارم چون گفته بودن که مردیم. ببینین این فقط یک راه حل داره. تمام شفاخانه 4 طرف بررسی میکنیم. بیازده او وقت شفاخانه زیاد نبود.
یکی 2 تا بود. دوسیه تمام اطفالی که با تو در تاریخ تولد شدن بررسی میکنیم. اگه حقیقت بفهمه بیادرم هیچ او را زنده نخواد ماند. ما او سنده باید قبل از او بگیرم. سلام، میشه بگوین که آرشیو کدام طرف است؟ مستقیم برین. تشکر. خواهش میکنم. ما میخوایم کارت تولد خود بگیریم. کارت تا نداده نمیتونیم اما معلومات داده میتونیم. درست است، مشکلی نیست. ببینن من مجبور هستم این کارت تولد بگیرم. چرا به گپ نمیفهمی خانم؟ دادن کارت ممنوعه. تو میخوای ما از کار اخراج شوم؟ چرا نمیفهمین؟ من باید او کارت بگیرم. نه خیر خانم، نه خیر. رفته میتونی. ببینین در می تاریخ یک طفل به دنیا آمده. بله، اما مطمئن باشین شما بوده نمیتونین. چون پسر هستن. لطفاً برام کمک کنین. ببینین این به من بسیار مهم است. نمیشه، ممنوع. میخوای ما را از کار اخراج کنن؟ ضرور نیست شما کاری کنین. لطفاً دروازه را باز کنین، من خودم پیداش میکنم. امکان نداره. من میرم قهوه بگیرم تا میام. یا ببینین که از اینجا چی پیدا میشه. اگه نشد فردا در منطقه عرفا میره. در اونجا یک شفاخانه قدیمی است. روز بخیر. میشه بگوین آرشیفتان کدام طرف است؟ مستقیم برین. زنده باشین. دخترا اینجا خو کسی نیست. حتما جای رفته. چند دقیقه صبر میکنیم. ما تا چی وقت باید منتظر باشیم؟ پس چی کنیم ساحل؟ اگه خواسته باشی بعدن میاییم. روز بخیر. میخواستم کارت تولد خود بگیرم. توبه توبه. کلگی امروز به خاطر همی کار آمده. میشه که درباره‌اش برای ما معلومات بتین؟ درست است. تاریخ تولد تا بگو. کارت داده نمیتونه، فقط دیده میتونه. درست است، فقط میبینیم.
امرای ما بیا. بیادر ما آمده میتونیم؟ نه خیر آمدن نمیتونن. خانم محترم میشه دقیقه اینجا بین؟ اینجا رو ببینه، شاید دوستی را اینجا پیدا کنه. می، جون، جولای، اگست، نوامبر، دوسیه سپتامبر خو اینجا نیست؟ خدا تو با یک قسم امکان داره که در بین دیگه دوسیه ها باشه؟ امکان نداره، تمام دوسیه ها را به ترتیب ما سوال موندیم. خب پس کجاست؟ نیک کسی دیگه گرفته ها؟ از دیگه دوستای خود میپرسم، به شما یک بار دیگه ببینید. درست است. دا اونجا کی هست؟ خانم رانو؟